خدایی که داره برنامه ریزی میکنه برای انسان یه ماه رجب قرار داده، از اشهر حرمم هست. سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه از رسول خدا که خدای متعال در آسمان هفتم ملکی قرار داده که هر شب ماه رجب تا صبح ندا می کند که طوبی للذاکرین، الله طوبی للطائعین، انا جلیس من جالسنی و مطیع من اطاعنی و غافر من استغفرنی. الشهر شهری و العبد عبدی و الرحمة رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، فمن اعتصم به وصل الی. ماه رجب، الله اکبر از عظمتی که در این ماه هست و ما توجه نداشته ایم و نداریم.